سلام و درودی به پایان با کل هموطنان. امروز نماز جمعه، روز سعید مبارک. همه 35,000 آدم یک ویدیو کردم. من همه چی را در اونجا مثال آوردگی بودم که آیفون رو ببینید که چیکار میکنه. مثال بودی داغی روز آوردم که اون با مردک فرزندش کشت. او هم مثال بود مده که داغی روزایی که نگاه کنین همه بیکوره انا مورد دنیا رو گرفته گشتن. او همه میره یک تکتن که ما شما دا میفهمونم که مقصد برنامه ما برای چی بود. مقصد برنامه ما این بود که بیکار نگرد بخبر قفای کارت شه. انا که سر خط به حرف کلام سر میکنیم. آیفون نویسته که تو آیفون رو رکلام کردستی. من رکلام نکردستم. اون مرد کار خودش دا بین چه فعالی که همه ما یک سال مهنت میکنیم، 2 سال مهنت میکنیم که با پلی آیفون کار کنیم و یا آیفون بخریم. همه خلاص اون مرد که بین مهنت کرده که مهنتی باید ما همون دقت منو جلب کرده، انتظاری همونیم وای مردک مهنت کرده گه آش شوا. دویم مسئله که او برادر فرزند چه کشته. یک کس نیست که او رو برادر نگو، وای نگو، وای خیل نگو. گوش کن برادرم، او فرزند چه کشته خودش جوابش میگه. قانون هست اینجا یکم جنایت به جزا نمیمونه. قانون هست اینجا مردکو در سر کرسی شیشته همه هر یک سخنی ما رو اهمیت میتن، هر یک گپی ما رو هر یک گناهی که هر یک شهروند میکنه او رو اهمیت میتن. همه چی رو اهمیت میتن، همه چی رو میبینن. هیچ که گفتی وای شهر به دروازه نیست. وای قفای او دما هستن، مخصوص دما هستن که وای کارش میبینن. او البته که جزاش میبینه اون انسان و فکری مقتی همه فرزندا که بی سواد که مودن هم خیلی میشون. ما فکر ما همو بود که همین برنامه‌ای که ما کردم فکر من بود که برای فرزنداتون بخونونین، کسب بآموزونین. فرزند که بیکار مون نوسکش میشوه، فرزند که بی سواد که مون پلدوز میشوه، فرزند که فکر مقتی هم خیلی های. شما هم در کامنتر بسیار نوشتین گپای قبیح گفتین. مرا حق دارین، شما حق دارین که فکراتون رو رنگی من اینم چه فکر ما گفتستم. شما منم خیلی حق دارین که فکرتون رو بنویسین بگین. لیکن به گپ قبیح خوی چی در کنه گپ قبیح؟ در کجای مسلمانی ما گفته گپ قبیح بگو اما روز میشوه. روز نمیشوه که با گپ قبیح. همون وقت ما انسان را ما درک میکنم که مرا خوش رو کردم میفهمونم مینویسه که دوست مراد این میگه پت خطا بود، این جاش این خیلی گفتی، این جاش من وقتا هزار رحمت میگم با بخشش میپرسم دوست که من خطا کردم در اون وقت. نکیم که یک کامنتر قبیح هم ببینم و وای را میبینم بود ناراحت میشی انسان. دا مقص نویسه که تو آیفون رو رکلام میکنی پل میگیری حرام خور. خوب بکم خدا ما آیفون ما دا چیکار دارم، ما آیفون دا چیکار دارم. ما را مثال آوردم که برادرها ببینین که این همه آیفون کار کی کرده است، دقت همه را جلب کرده گیاه. انا این برادرمون داغی روزه ما باید این کاری کنیم که دیگه هم در دریخمون بکشیم امیرا بیرون نبروریم. نگن که تاجیکای خیلی کردن، تاجیکای خیلی میکنن، تاجیکای خیلی میکنن، تاجیکو فرزند خچا میکشن. نگن امیگا پا مقصد من این بود. ما درباره وای تماما نمیخواستم گپ زدن. لیکن که خیلی چی بگم برادرای جانی من در نامتون صدقه بخونون این فرزنداتون اول احتیاط کنین همین درباره فرزند چند که میتونین احتیاط کنین. دویم همین بیسوادی فرزند پس رفتن جمعیتی ما میشود. فرزندامون که فعال نباشن ما میغلطیم، هم اویلمون میغلطه هم دولتمون میغلطه. باید هوشیار باشن، چست و چالاک باشن، همه طرفا پیش برون فرزندای ما. من آیفون رکلام نکردم برادرو. نگین که آیفون رکلام کردی یگان وای کردی با چی گفتنی بدم. خلاصه گپ یگان شهر به دروازه نیست. هر جنایت میشوه و جزاش میبینه. مجبور شدیم که درباره همین با اینا گپ زنم که هم خیلی گپ خبر نکنین، همین گپای قبیح نگین در نامتون صدقه. مقصد یگانه ما، مقصد اساسی ما اینه درینه
همین هم بگیم یک آهنای طوری 4 بالون داریم این میتشود من برین در طور 4 بالون قسم خوردم که مقصد یگانه ما همین بود که ما گفتم که همین ای بیکار خدا بیزار این همین خیلی کارهایی که میکنیم بیکاری میگردیم و همین کارها رو پرت و اینو بخزین بسم الله الرحمن الرحیم بگین خفای کارتون شین. ممکن که من مقصد ما فهموندن نتونستم شما نفهمیدین. مرا مقصدم همین بود که بخزین خفای کارتون شین دیگه انتظار نشین. خزین خفای کارتون شین. انتظار هیچی نشین. خداوند نگهبانتون. مردم سربلند تاجیک بازم خواهش میکنم فرزندو رو بخونین. زندگیتون رو پیش ببرین، کسب بآموزین، کسب و کار. این همونجا در برنامه در نویستگی بودم که بابامون گفتگی که کسب تا خورنک خور نمیشه. ای خفای کسب و کار شین. نماز روزه او جای خود چانه دارن و جای خود چانه دارن نماز و روزه و مو میگن بابامون بگفتن که گوسپند ای پای خودش کشول میکنن بزای پای خودش کشول میکنن. هر کسی هر کاری میکنه برای خودش میکنن در این دنیا هم در اون دنیا هم. برای همه خب بخزین حقفای کورک موشیم حقفای زندگی موشیم در دیگری منو دوست بدوریم مهر محبت باشه. با اگر فهمونده نتونسته باشم با این مقصد اساسی میگم که مقصد اساسی ما یک کسب کورک بیاموزید حقفای کورشین بیکار نگردین حقفای کورشین دو درکو من میدونم که بسیار دو درکو مرا تماشا میکنن دو درکوی ما بخزین یک کسب بیاموزین یک کار این نمی زرگر میشی نمیدونم دوریدگر میشی این نمی حوزی مرا نمی ای اولنیکم او چکیده است نمیدونم که کی را بگم بیای اولنیک مرا سوز کنه پولش بتم برام این نمی اولنیکو رو سوز میکنن که چی میگن اونم خیلی شن میشوه خداوند نگهبانتون پناه خدا.